باز یک فوج پناهجویان از سوریه توسط قطار راه آهن به خاطر دریافت پناهندگی به شهر میونخن آلمان رسید. این در حالی است که معاون صدر اعظم آلمان نقشه اتحادیه اروپا جهت رسیدگی به بحران مهاجران را تنقید کرد. زیگمار گابریل گفت نقشه جابجا کردن 160,000 پناهجو در کشورهای اتحادیه اروپا قطره‌ای در اقیانوس است. او گفت از اول سال تنها به آلمان دست کم 450,000 پناهجو آمده‌اند. تنها در 8 روز اول ماه سپتامبر 37,000 پناهجو وارد آلمان شدند. هزاران نفر روز 9 سپتامبر در بیروت پایتخت لبنان با طلب تغییر حکومت به کوچه ها ریختند. آنها از این به خشم آمدند که زندگی لبنان قریب یک سال باز به دلیل بنبست سیاسی فلج شده است و در نتیجه حتی کوچه های پایتخت تازه کردن نمی شوند. تظاهرگران در حالی که وکیلان پارلمان در داخل تالار بحث می کردند سنگ اندازی کرده تا شب با ندای انقلاب اعتراض داشتند. سیاستمداران لبنان در جریانی به نام اجلاسیه مکالمه ملی نقشه ختم بحران اخلاط در کوچه های بیروت را تهیه کردند. ولی این تظاهرگران را قناعت نداد. آنها ماشین های وکیلان پارلمان را هنگام بیرون رفتنشان از بنا تخمباران کردند. پلیس در شهر پشاور در شمال و غرب پاکستان برای نظارت ماشین هایی که وارد این شهر می شوند 2 اسکنر بزرگ سیار گذاشته است. اسکنرها در داخل ماشین ها مواد منفجره می جویند. از بس که پشاور با مناطق قبیله نشینی ناآرام هم مرز است، هر سری چند وقت مورد حمله ماشین های بمبگذاری شده طالبان قرار می گیرد. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان مقامات قاعده های نوی پارکینگ ماشین ها را جاری کردند که هدفش سبک کردن رواهای ماشین ها در مرکز شهر گفته می شود. شبکه نو ماشین های نادرست پارک شده را در راههای پرماشین دوشنبه ثبت و صاحبانشان را بعداً جریمه می کنند. انتظار می رود که قاعده های نو حرکت ماشین ها و نقلیات مسافربر را در راههای این شهر اهالیش قریب 1 میلیون نفر تنظیم کند. پارکینگ نادرست ماشین ها مانع حرکت سری وقت اتوبوس و ترالیبوس در دوشنبه می شود. اگر قاعده های نوی پارکینگ در مرکز دوشنبه ثمر دهد، مقامات می خواهند این نظام نو را در قسمت های دیگر پایتخت نیز به راه بیاندازند.